سلام به شما که برای این بررسی دقیق همراه ما هستید. امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به یه منبع که کمک می‌کنه چطور انواع درد و ناراحتی جسمی رو به انگلیسی بگیم. درسته. هدف اینه که فراتر از کلمات خیلی ساده بریم. ببینیم چطور دقیق‌تر و طبیعی‌تر حسمون رو توصیف کنیم. انگار که داریم با یه دوست یا مثلا دکتر حرف میزنیم. دقیقاً. پس بیایید شروع کنیم. بریم. منبع ما با یه مثال شروع میکنه. شخصی به اسم مایکل که انگار روز خوبی نداشته و انواع دردها رو تجربه میکنه. آره بنده خدا. اولین نشانه ها مربوط به راه رفتن و حرکت کردنشه. از عباراتی مثل walking funny استفاده میکنه. و آها. که یعنی لنگیدن یا یه جور غیرعادی راه رفتن دیگه، نه اینکه بامزه باشه راه رفتنش. آها دقیقاً. یا مثلا میگه توی awkward position نشسته، یعنی یه وضعیت ناجور، یه جوری که راحت نیست. اینا خودشون نشونه که یه مشکلی هست، حتی قبل از اینکه خود درد رو بخواد بگه. درسته. بله. و جالبه که سریع این حرکات غیرعادی رو ربط میده به دلایل احتمالی. منبع میگه مایکل احتمالاً pulled muscle، یعنی عضله پاش کشیده شده. یا کمرش به خاطر ورزش strained شده، یعنی بهش فشار اومده. که اینا آسیبای خیلی رایجی هم هستن، نه؟ دقیقاً. خیلی ها تجربهش میکنن. و داشتن این کلمه برای توضیح سریع خیلی خوبه. آره، فقط بگی پام درد میکنه خیلی کلیه. آره. ولی کشیدگی عضله یه تصویر خیلی مشخصتری میده. همین نکته دقت خیلی مهمه، به خصوص وقتی میرسیم به توصیف خود حس درد. منبع میاد انواع مختلف درد رو میگه که هر کدوم یه حس دیگه ای دارن. مثلا میگه a twinge of pain. آها، اون درد ناگهانی و گذرا، مثل یه تیر کشیدن لحظه‌ای. درسته. یا مثلا sharp pain که یه درد تیز و شدیده، مثل همون دردی که مایکل اول تو کمرش حس میکنه. بله، یه درد آنی و قوی. این کلمات واقعا کمک میکنن شدت و ماهیت لحظه‌ای درد رو آدم بتونه تصور کنه. و در مقابل اینها منبع از دال پیل هم حرف میزنه. آره، اون درد گنگ، مبهم و مداوم که شاید خیلی شدید نباشه، ولی هست دیگه، ول نمیکنه. دقیقاً. مثل کمردرد مایکل که بعد از یه مدتی اینجوری میشه. یا مثلا اون یکی throbbing pain، درد ضرباندار. آها، نبض مانند. فکر کن انگشتت لای در مونده یا سردرد میگرنی داری. وای آره. اون حس ریتمیک همون throbbingه. این که بتونی این فرقا رو بگی، مخصوصا به پزشک، خیلی ارزش داره. چون نوع درد میتونه اصلا کلید تشخیص مشکل باشه. خیلی جالبه. و فقط هم به دردای عضلانی و مفصلی محدود نمیشه ها. نه. منبع با آسیبای دیگه هم اشاره میکنه. مثلا مایکل نصف شب پاش میخوره به در. آخ. عبارتش هست bumped into the door و بازوش بروز میشه، یعنی کبود میشه. خود عبارت bump into هم خیلی رایجه واسه برخورد اتفاقی. بله، همینطوره. و بعدش هم ماجرای انگشتاش پیش میاد، بعد از اینکه کلی با چسب و اینا برای پروژه دخترش کار کرده. آها، کار دستی درست میکرده لابد. آره انگار. انگشتاش هم سور شدن و هم استیف. حالا سور یعنی چی؟ سور همون حس دردناکی و حساسیت به لمسه، نه؟ مثل وقتی عضله ها بعد ورزش کوفته میشن. دقیقاً. اون حس کوفتگی و درد موقع لمس یا حرکت. استیف چی؟ فرقش با سور چیه؟ استیف بیشتر به خشکی و سفت بودن مفصل یا عضله اشاره داره. انگار انعطاف نداره. آها، یعنی به راحتی خماراست نمیشه. بله. ممکنه یه جایی همزمان هم سور باشه هم استیف. ولی اینا دوتا حس متفاوتن. یکی درد و حساسیت، اون یکی محدودیت حرکت و خشکی. پس ببین چقدر ابزار دقیق زبانی داریم اینجا. همه اینا sharp، dull، twinge، throbbing، sore، stiff، bruise، pulled muscle، strained back کلمایی هستن که به شما قدرت میدن تجربه فیزیکیتون رو خیلی واضح تر بگید. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این منبع به ما نشون داد که چطور با انتخاب کلمات درست تو انگلیسی میتونیم یه تصویر خیلی دقیق تر از حسای جسمیمون بدیم. از یک کشیدگی ساده عضله بگیر تا اون کبودی یا اون حس ضرباندار رو اعصاب.
دقیقاً. حالا شما واژه‌هایی دارید که کمک میکنه شنونده، چه دوستتون باشه چه پزشک، دقیقاً بفهمه چه حسی دارید. و خب این بررسی یه سوال جالبم به ذهن میاره. اینکه فراتر از خود کلمه‌ها چطوری ممکنه فرهنگ روی نحوه بیان ما یا حتی درک ما از درد تأثیر بذاره؟ اوه، نکته جالبیه. آره، یعنی واقعاً دو نفر از دو فرهنگ متفاوت وقتی میگن sharp pain دقیقاً یه چیزو دارن منتقل میکنن یا برداشتا فرق میکنه. این شاید یه چیزی باشه که بشه بیشتر بهش فکر کرد، نه؟ حتماً. نکته قابل تأملیه. خب خیلی ممنون که همراه ما بودید.